Assalomu alaykum xonani aziz. Hammaga tushunarli olam. Darhaqiqat Peygamber tomonidagi ki halol aniq است، haromam aniq است. ما میدونیم که چی حلال است. مثال حلال، مثال چه حلال است و چه حرام است. هست میدونیم که حرام زنا است، حرام مثال دزدی کردن، حرام مثال که عرق نوشیدن، حرام مثال که چیز میگن سیگارت کشیدن. و آنچه که حلال است زن گرفتن، شوهر کردن، مثال چی میگن حلال، مثال که حلال در دین اسلام. بین همین حلال حرام با یک چیزی شبهناک است. به مانند نگاه کنید چه شبهناک است. یک تا پودابون گوسپند میچراند، در آن بین پودا و بین او طرفی پودا یک تا چی است؟ جای ممنوع است. معنی است که همونجا پودای باید که نبره نچرانه. ببین او طرفی ممنوع جایی که ممکن است، ممکن است تماما هسته. ای طرف ممکن است که چراندن ممکن است که شریده ایستادن گوسفند حلال است اینجا برای اینا. اون طرف ممکن است بین می ممکن و ناممکن یک چیزی است که اجازه نمیدهد. این چی است؟ چیزی که شبهناک است، معنی است، رنگی ریشوتکا بگیم ده. برای همین در دین اسلام بین می حلال حرام ما یک چیزی شبهناک است. به مانند چی؟ به مانند چیز میگن که نوس کشیدن. نوس حرام چیکارگی نیستن. نوس میگه که مکروه است، نه که چیزی که به سلامتی ضرر داره اون خداوند چی میگه؟ من کردگی است که استعمال نکنید. شبهناک است نه نورس. چی به حرام نیست چی به حلال نیست. چیزی شبهناک است. یکی سیگارت علم ها، اکثریت علم ها میگن که حرام است، کمش میگه بعضیشون که حرام نیست مکروه است. نه که نوس مینوس هم علم در مذهب امام حنیفه مکروه است نوس کشیدن. وقتی میگه نوس کشیدگی باشین طهارت کنید بعد برید نماز بخونید. طهارتتون شکستگی میشه. ممکن نیست. کسی نوس کشیدگی طهارت تازه باید کنه. بپرگی بعد برای نمازش خونه. انا در مذهبی بو امام شافعی وقتی که طعام خوردگی باشه انسان دهنش باید آبگردان کنه و نماز خونه روی. خیلی بوده باید که طعام نوشیده خوردین دهنتون بوی طعام باید نکنه، آبگردانید بعد باید که نماز خونه تازه نگی با خداوند روبرو شدن در کار است. خب انا که دیدین مثلا چیزی شبهناک مثلا که این نوز کشم گناه میشم نمیشم، چیزی شبهناک هم هسته. از شبهه باید که پیغمبر دیگه خودمون دور گیریم. دیگه چیزی شبهه یعنی حلال معلوم است که حرام معلوم است. گوسفندای چرده است ممکن است او طرف تمام ممکن است. در بین ممکن ناممکن چیزی است که گذشته ممکن است. هم چیزی که مثلا ما باید نگذریم دم نرسیم، چیزی که شبهناک است هم چی باید کنیم دور گیریم. همین گوسفندا از چی نمیگذرن که همونجایی که معلوم است در این طرف میچرن گذرن علاقه در حرام میغالطه. هم چیزای شبهناکی ما که وقتی که در که رسیدیم مثلا چیزی که شبهه دارد و در چی میبره میرسونن در حرام میبره میرسونن. خب برای این شبهناک دست کشیدن کاره. خب زین سلامت خونه و سلامت باشین. بدلیل سوالای که فراموش نکنید.